شکر الله خوبه. خوشا به حالتان که چنون فرزند دارین که یعنی در برتونه جای مقدس را الله نصیبشون بفرماید. زن داری؟ ای خرسندی را او چشمش پاک دارم ماشاءالله. همه را همین روز برسونه و با قیماندار تحقیق ایمان بته ی حاجیارم خدا در عملایی که میکنن خداوند مسخره کردن خیر گفتن که تو زن نداریم صبح که جو میری حج. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین حاجیان تشنلب، خوش آمدین. این حال ما با همراه حاجیا آمدگیم، یعنی انشاءالله که از مسجد خوبا آمدیم، قبلتین استروکه رفته ایسا یک میگذره میبینیم، در باره معلومات کمک میگیم. این حال که در پشت ما که میبینین اولین مسجدی که بنا شدگی های در اسلام این مسجد قبا های. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی که در خانهش طهارت کنه بهترین طهارت بکنه و بعداً به سوی همین مسجد بیاید، یا که پیاده یا اینکه سواره. رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار حالتا پیاده می اومد، بیاید در همینجا 2 رکعت نماز بخونه، ثوابش به مثل ثواب حج عمره های. خوشا به حال حاجیایی که میان مثلا در قفای تماشای چونه میگذرنه، فقط به عبادت الله مشغولن. یعنی این مسجدها و دیگه مسجدها وقتهای بکاری در بیاییم، یعنی بسیاری وقتانه در مسجدهای و مثل حرم مدینه و به مثل حرم مکه در اونجا استفاده برین، وقتاتان در اونجا صرف کنین. به خاطر آنه که 1 رکعت در مسجد حرام مدینه مبدل به 1000 است، اما در مکه به 10,000 است یا که به 100,000 است. به اون خاطر یعنی وقت را فرصت را از دست ندهین، وقت را با عبادت الله مشغول بگردانید. چخیلی که بگیم مردم میروان ترینیروفکا که این دیگه شهرها تیوری میبینن و همچنین وقتی که ما میاییم با عبادت الله حرکت کنیم که ایمان قوی کنیم، ایمان بقوت کنیم. چه عملهایی که بعد داشتیم اون عملها را ترک کنیم تا اینکه حجمون قبول شود. حاجی محترم اگه گفتنی داشته باشین. حاجی شما دادنه خدا حجای همه را قبول بگردونه پروردگار. آمین آمین. خدا حضرت جان خدا همه را به همین روز برسونه و با قیماندار تحقیق ایمان بته ی حاجیارم خدا در عملایی که میکنن خداوند در شیشون چه عملهای صالح میکنن بگذار که الله قبولشون کنه. بله 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 ماشاءالله ماشاءالله. هر کسی که اومگی نیست خداوند موفقش بگردونه بیایم خیلی نه؟ بله 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 نکی بسیار قطع محکم میشن برای که علامت میکنه مثل اگریم ای خرسندیه ماشاءالله. یعنی حاجی در بگیم ای خرسندی را مثلا که словам не может передать то что хочет сказать, да? هم خیلی ماشاءالله. یعنی ای خرسندی را او چشمش پاک دارم ماشاءالله. خدا حاضر اگه چه گفتیم باشی رنگ عربی بنگلادشی. الله مهربان هر یک مسلمانی که عضو دیدار خانه الله را داره و خیلی جای مقدس را الله نصیبشون بفرماید. زن داری؟ نه. یعنی نیا کنین من در چش خرسند میشم که ماشاءالله یعنی دیگه برادر هستن در پشت اکران زن ندارن، نه که خانه زیارت خانه خدا اومدگیان. یعنی بسیار بچه‌ها اگر که بگوش که حج نمیره آدم بزن میگه من زن ندارم گوجا میرم، شاید که هموزر موفق نشوه و دنیا بگذری. و هم خاطر الحمدلله که دیدار عبادت الله انسان باید در جای یکم بمونه. یعنی الله که شرایط میسر گردان یعنی چو کرد خانه دیدار خانه خدا اومد. یعنی این حال ما که در مسجد قبا هستیم خوشا به حال انسانی که آمدگیان یکان چه گفتنی باشین. مرم بعضی ها مسخره کردن خیر گفتن که تو زن نداریم صبح که جو میری حج تا ممکن نیست هم خیلی گپو خیلی گفتن. یعنی او انسانا را میگه که گپاتون در پشت کلتون ختم چکنین. حاجی جون سلام علیکم. چه حال دارین؟ ما در مسجد قبا هم نماز خوندیم، خداوند تعالی نماز ما را قبول کنه. آمین آمین. در حق بابی جان دعا کنین خداوند دستین یاشی را موفق تان بگردونه به جا و مکان مقدس و دستین پیری را ان شاء الله. ان شاء الله. حاجی با یگان چی گفتین باشی؟ گفتن نداره بابا. هیچی گفتن نداری. حتی نمیگوش که به حج بیاین. حج بیایی. همین قگبن ماشاءالله. حضرت جان
یکو چی میگوی؟ چیز خوان کنیم ندارم اکو گفتنیم که همین افغانستان در کره که زیارت خانه خدا زیارت روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم بهتر از همه اون چیزایی که مثال در دنیا است از مال دنیا است من تا اون درجه فکر میکنم بهترین است زن داری یا نداری؟ نه ماشاءالله اینا دیم انسان یکی زن نداره بگیم یا تا یه در پشت اکران است گریخته است یعنی زن نداره نیاشن مثلا که اومگن حیدگیر اومگی یکا چیز پرسه پرسه جایم نداره چه خیلی حاجی با؟ نشه الحمدلله زن داری؟ آه ماشاءالله چند فرزند داری؟ 3 فرزند دارم ماشاءالله این حضرت پیر شده است کن پیر شدیم چک نه همه خوب؟ نشه الحمدلله تورات کی؟ تورات کردیم اومدیم ماشاءالله ای اومگید پشیمونی و خرسان خرساندیم بینیات خرساندیم ماشاءالله ماشاءالله یا اون کمودی هسته؟ نه کمودی ندیدیم اگر کمودی گفتی مردی نه کمودی نیست انشالله حاضر هست خلاص گفت حاجی با الحمدلله الله سبحانه و تعالی نگهبان تو باشه یعنی اینجا مکان مقدس عموما یعنی همین چیزا مثلا پیش چشمتون بیارین که لوبای سفر لوبای جو که میره مشقتی خچه داره کمبودی خچه داره گاه میشه که مثلا این از قطعی حاجییم بعضی حاجیاش در او جهان قطعی حاجیاش باشیم در این جهان المهم که این قاکی و قاکی نیده پنیمانی میشه حاجی بعضیش میشن که در خواب میمونن بعضیش 50 منوت پیش میگوشو دیر میکنن ما میگه که ما یعنی دیر میکنن ما نگار میکنن این یکی از بهترین بیا حضرت جان بیاد عربای بنگلادش بیا بیجه ماشاءالله ای فرام I from خب بگو بنگلادش Bangladesh. ای فرام بچه‌ها سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بهترین پروگرام های مسلم تور اینا مقصد ایشون قوری زنگ بزنه بهترین انسانه میایم اینجا اومده ما دستگیری مینه همه یک جا را میفهمونه بهترین انسان ایشون قوری علی جون ماشاءالله ماشاءالله خدا موفق تا بگردان هر کسی که اومگی نیستین الا بیاین خدا نیابان تماشا ویدیو را بگیم تاقی تماشا کنین این حضرت اومگی بعد نمیشید که ایرا دست ایتا میموندی این شای بالا میموندی نه ساعت ماشاءالله شما هم هسته ایشالله ماشاءالله الله موفقت بگردان چه حال داری؟ الحمدلله خدا را شکر یا اون کمدی نیست؟ نه ایشالله همش سازه بخواستی الله یعنی خوشا به حال بگیم فرزندهایی که به مثل اینی برادری که این حال میبینید در بری من است یعنی مادرشون الحمدلله گرفتگی به خانه زیارت خانه خدا وگه یعنی خوشبختی انسان در همین حالت حس میکنه که شرایط الله موفقت بگردانه و مادر خود به دست خودت بیاری به دست خودت بیاری و چکنی خدمت چه بکنی خوشا به حال اینه مادر جان چی حال دارین؟ شکر الله خوبه خوشا به حالتان که چنون فرزند دارین که یعنی در برتانه الحمدلله خانه خدا آوردگی تانه انشالله رحمت یعنی در حقشان دعا که انشالله دعای شما نزد الله اجابت لا شک فیهن یعنی دعای است که در اونها شک شبهه نیست دعای شما برای فرزندتان دعا قبول میشه چه دعای خیر کنین چه دعای بد انشالله در حقشان دعای خیر کنین و ما هم در حق ما هم دعای صالح را فراموش مکنین انشالله در حق همه شما در دعای من ماشاءالله خدا حج تان قبول بگردونه بسیاری ها در روی بگیم کامera گپ زنه میتونن ایزا میکشن بعضی حاجی ها ماشاءالله خرسندیشون گیره میکنن الله موفق تا بگردونه مادر جان ان شاء الله خدا حج تان قبول بگردونه و خوشا به حالتون که چون فرزند تربیت کردگی که آوردگی تونه در این جو مکان اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خداوند تمام عبادت های کردگی هستین خاص به خاطر الله باشه مصرف کردگی هستین خانه خدا اومدگی هستین خاص به خاطر الله باشه نه به خاطر ریا نه به خاطر زبانی که بگن که حاجی شدگی فقط برای رضایگی الله باشه تا اینکه الله قبولش کنه و چه عملهایی که بدی داشتیم خصوص ما سرکردگی به شما گذشتگی چه عملهایی که بدی داشتیم همه عملها را خاص به خاطر الله ترک کنیم و چیکار کنیم شاید که حج ما قبول شده باشه
برای انسانانی که حجش قبول میشود لیس له جزاء الا الجنه، برای یگون پاداش نیست مگر که جنت. خداوند برای هر یک ما و شما جنت الفردوس نصیب بگردانه، چون که عین حال در همین جمع شدگی هستیم، خداوند در جنت همین گونه جمعون بیاره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد. الله نيابانتون باشه. السلام عليكم.